به نام خدا. من امیر کاظمی هستم از شرکت داتامپور. در این ویدیو میخوایم با هم بیشتر با PnP Provisioning Engine آشنا بشیم و با یک مثال کاربردی از امکاناتش بیشتر استفاده کنیم. پس با من در شپون فرایدی همراه باشید. خب همونطور که میبینیم و من داکیومنت PnP Provisioning از سایت مایکروسافت رو باز کردم، این انجین PnP پاورش دستورهای خیلی زیادی داره که یه نمونه از اون دستورات رو هفته پیش با هم دیگه دیدیم. بریم از اصلی ترین دستور این انجین که همون تبدیل کردن یک سایت به یک تمپلیت استفاده کنیم و بیشتر در موردش صحبت کنیم. خب کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که بیایم وصلیم به این سایت تمپلیتی که اینجا ساختیم و از این لیست هایی که اینجا داریم، لیست ها و لایبرری هایی که داریم، لایبرری نام صادره، نام وارد مستند فنی، لیست تقویم وارد سازمانی و لیست وظایف واحد، یه تمپلیت بگیریم و توی سایت دیگه ای که سایت تستیه یا سایت یه واحدیه استفاده کنیم. خب علاوه بر این که میخوایم از این لیست ها و لایبرری یا تمپلیت بگیریم، کار دیگه ای که میخوایم بکنیم اینه که این نویگیشنی که اینجا هست توی کویک لانچ یا توی تاپ نویگیشن رو در واقع داشته باشیم توی تمپلیتمون و اینکه ما اومدیم توی این تنظیمات امنیت سایت این سایت 3 گروه دسترسی تعریف کردیم: کاربران ارشد، کاربران واحد و مشاهده کنندگان سایت. از اینها هم میخوایم توی تمپلیتم استفاده کنیم. اینا جزئی از تمپلیتمون توی سایت‌های جدید داشته باشیم که توی هر سایت این 3 گروه دسترسی علاوه بر این لیست ها و لایبرری هایی که داریم و این نویگیشن هایی که داریم هم اضافه شد. پس شد 3 چیز: نویگیشن ها، لیست و لایبرری ها و سایت سکیوریتی. خب بریم توی PnP PowerShell و از این سایت یک الگو بگیریم و استفاده کنیم ازش. خب بعد از این که به سایت مورد نظری که میخوایم ازش تمپلیت بگیریم که اینجا سایت تمپلیت برای ما وصل شدیم، از دستور get PnP provisioning template استفاده میکنیم. بهش یک خروجی میدیم مثل هفته پیش که کجا این تمپلیت مورد نظر رو برای من ذخیره کن. من آدرس مثلا اینجا رو میدم و میگم سایت مثلا تمپلیت من رو اینجا ذخیره کن با فرمت XML که میخوایم داخلش رو بتونیم ببینیم. بعد اینجا در ادامه من باید توی این دستور پارامترهای مورد نظرم رو مشخص کنم. اگر به همین شکل دستور رو در واقع اجرا کنم، میره از کل اطلاعات سایت من تمپلیت میگیره: فیچرها، نویگیشن ها، سایت کالم ها، کانتنت تایپ ها و هر موردی که توی این سایت هست رو میره برای من تمپلیت میگیره که من این کارو نمیخوام بکنم. کاری که میخوام بکنم اینه که میخوام از نویگیشن ها، از سایت سکیوریتی و از اون چند تا لیستی که ساختم تمپلیت بگیره. برای این کار ما توی این دستور پارامترهای مختلفی داریم، مثلا اینکه سایت گروپ ها رو اینکلود کنه که اینو میخوایم، مثل اینکه بیاد برای ما چه هندلرهایی رو بیاره، یعنی محدود کنیم به هندلرهایی که الان با هم میبینیم، این هم میخوایم، چه هندلرهایی رو نمیخوایم، چه هندلرهایی میخوایم اکسکلود کنیم و بقیه. در مورد هندلرها ما چیزایی که میخوایم یکی لیست هامونه، بعد نویگیشن هامونه و سایت سکیوریتی. ما این 3 هندلر رو نیاز داریم. پس اینجا مشخص میکنیم که همین 3 هندلر رو ما بیشتر نمیخوایم. حالا من باید مشخص کنم کدوم لیست ها رو، نره همه لیست ها، لیست های سیستمی هم یه بار دیگه برای من بیاره، چون ممکنه تو اون سایت هم باشه و نیاز نباشه دیگه یه بار دیگه این لیست ها رو بیاره. از پارامتری به نام لیست و اکسترکت استفاده میکنم. یا آیدی اون لیست ها رو بهش میدم یا دیسپلی نیم اون لیست ها. من دیسپلی نیم اون لیست ها رو بیارم. اون لیست هایی که من ساختم دیسپلی نیمشون اینها هست و همین دیگه. دستور من کامل شد. اون چیزایی که میخواستم محدودش کردم به لیست و نویگیشن و سایت سکیوریتی. من این دستور رو اجرا کنم. این دستور یکم طول میکشه اجراش. من ویدیو رو پاز میکنم تا اجرا بشه. خب حالا که اجرا شد میتونم بیام به سایت مورد نظر دومم که میخوام این تمپلیت رو در واقع روش اعمال کنم وصل بشم که هست برای من سایت تست.
نیست، این رو اجرا کنم که به سایت دومم وصل بشم و بعد همونطور که هفته پیش هم از این دستور استفاده کردیم از دستور Apply PNP Provisioning Template استفاده میکنیم. آدرس اون تمپلیت مورد نظرمون رو بهش میدیم و اینجا اگر تنظیمی بخوایم بکنیم، مثلا اگه بخوایم هندلرهایی که توی این تمپلیتمون هست رو همش استفاده نکنیم، برای مثلا فقط لیستاش استفاده کنیم، اینجا میتونیم از پارامتر هندلر استفاده کنیم. ما میخوایم تمام نویگیشن های سایت مقصدمون پاک بشه با در واقع نویگیشن های سایت مبدأمون ریپلیس بشه، پس بعد از این پارامتر کلیر نویگیشن استفاده کنیم، این رو اجراش کنیم. خب مسلما اجرای این هم طول میکشه. اون گرفتن تمپلیت برای من 5 دقیقه طول کشید. من ویدیو رو پاز میکنم ببینیم این چقدر طول میکشه. اپلای کردنش هم شولوش 7-8 دقیقه برای من طول کشید. بریم ببینیم چه اتفاق افتاده. این همون سایتیه که ازش تمپلیت گرفتیم و این سایت تستیه که من تمپلیت رو روش اعمال کردم. صفحه رو رفرش کنم. خب همونطوری که میبینیم این نویگیشن رو طبق اون نویگیشنی که ما میخواستیم، چه کویک لانچ چه تاپ نویگیشن، لیست ها و لایبرری های مورد نظر ما رو ایجاد کرده و الان ما میتونیم به واحد این سایت رو بدیم تا طبق الگویی که ما ساختیم از این سایت استفاده کنیم. خب خیلی ممنون که با ما در شیپون فرایدی همراه بود. انتقادات، پیشنهادات و سوالات خودتون رو برای ما ایمیل کنین. تا هفته آینده و شیپون فرایدی بعدی، خدا نگهدار.